در هر صنعتی که ما نگاه میکنیم یک لیدر داریم. من داشتم فکر میکردم که چگونه شرکت‌های بزرگ موفق بودن. ما در هر صنعتی در دنیا یک رهبر داریم. در صنعت دارو، در صنعت خودرو، در صنعت بیمه و بانکداری، در هر صنعتی که ما نگاه میکنیم یک لیدر داریم. میگیم این لیدر داره چقدر خوب جلو میره. حالا من در سطح بین المللی مثال زدم، شما این رو در خود ایران هم میتونید تو کسب و کارهای خودمون ببینیم. تصور بفرمایید یک فروشگاه مواد غذایی هست که داره با قدمت آسال میفروشه، بعد یه تعداد دیگه هم هست میاد کافی شاپ میزنه، میبینیم خیلی موفقه. آفرین. نه تنها در حوزه جغرافیایی خودش خوب عمل کرده، بلکه در جغرافیای دیگه هم خوب عمل کرده. چرا کافی شاپ ساعدینیا اینقدر خوب تونست موفق باشه؟ مگه ما فروشگاه‌ها یا کافی شاپ‌های زنجیره‌ای نداشتیم؟ دلیلش چیه؟ در سطح بین الملل هم همینه. چرا بنزه؟ چرا تسلاست در حوزه خودروهای برقی؟ دانشگاه هاروارد تقریباً رنکینگ 1 جهانه. این دانشگاه یک دانشکده داره به نام هاروارد بیزینس اسکول، یعنی دانشکده کارآفرینی و بیزینس. این دانشگاه تخصصی در امور بیزینس داره کار میکنه. یعنی تخصص این دانشگاه اینه که نخبه ها رو شناسایی میکنه، فراخوان میزنه، پرورش میده. اینها میشن ایلان ماسک ها، اینها میشن مقامات بزرگ دنیا. بعضن فقط در بخش خصوصی نیستن، اینها در سیاست ها هم هستن. در حقیقت همون اشتباهی رو که ما در کشور ایران داریم در کشورهای پیشرفته اتفاق نمیفته. چه اتفاقی؟ چند روز گذشته آقای ترامپ مهمان خاورمیانه بود. ما دیدیم کسایی که همراه اینها هستن اکثرا بیزینسمن ها و کارآفرین ها هستن که یه دونشون هم ایرانی بود، خوشبختانه باعث غرور ولی از یه طرف هم باعث تأسف. یعنی این دانشکده تخصصش شناسایی پرورش اینها هست در هر حوزه‌ای. خیلی از این افراد از این دانشکده فارغ التحصیل شدن. آقای جورج بوش پسر، آقای اوباما و خیلی بزرگان دیگه. البته آقای ایلان ماسک مدرک افتخاری از این دانشگاه داره. من دارم اهمیت این دانشکده رو میگم. من دارم مهر تایید بر این مرجع میزنم که این مرجع مطالبی رو که داره مطرح میکنه بسیار بسیار معتبره. یک نشریه‌ای رو داره به نام هاروارد بیزنس ریویو. این نشریه تخصصش در حوزه کارآفرینیه، در حوزه بیزینسه. یعنی میاد تمام موارد، مطالب، مقالاتی رو در حوزه بیزینس و اتفاقات خوب و موفق دنیا می نویسه. آن مقاله‌ای که من انتخاب کردم از این نشریه که میخوام برای شما بگم این مقاله هست، مربوط به استراتژیک فیت. این مقاله قبلا مأموریت داده شده بوده به یک سری نخبگان این دانشکده که برید تحقیق کنید در مورد اینی که بیزینس ها چگونه موفق بودن، رمز موفقیت این بیزینس ها در چی بوده، چه اقداماتی رو انجام دادن که امروز لیدر بازار هستن. این تحقیقات انجام شد، رسیدن به یک تعدادی داده. این داده ها رو دادن به یک کسی، گفتن آره اینو برای ما در قالب یه مقاله بررسی کن، به ما بده. از نگاه من به 7 اصل یا 7 ستون طلایی رسیدن. 1. مدل فکری مدیران عالی و بنیانگذاران شرکت. 2. فلسفه وجودی شرکت. 3. خلق ارزش برای تمامی ذی‌نفعان. 4. انتخاب هوشمندانه بازار و محصولات. 5. مزیت رقابتی پایدار. 6. درک درست و واکنش درست به نیروهای کلان محیطی. 7. عملیات مدیریتی، هماهنگی فرایندها و فرهنگ سازمانی. وقتی که این 7 اصل یا 7 ستون طلایی در یک مجموعه‌ای به درستی رعایت بشه، شما شک نکنید لیدر بازار خواهید شد.